برای همین نگاه میکنیم از البته این قاری برادرمون من قرأ القرآن و عمل بما فیه البس الله والديه تاج یوم القیامه ذو احسن من ذوی شمس فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بهذا گفت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث دربارشون فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی قرآن بخونه و آنچه در قرآن است عمل کنه، آنچه در قرآن است عمل کنه. بسیار قاریای قرآن هم میخونه رو به قارن یقرأ قرآن و قرآن یلعنه میگه. بسیار قاریای قرآن هستن، قرآن هم میخونن اما قرآن برای اونا لعنت میخونه. قاری فاسقه. یکی از نشانهای قیامت میگه قاریای فاسق خدای نکنه میگه می زاید میشه ولی که به قیامت خدا نگاه می‌داره دیگه همه نشاناش همیه. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی قرآن بخونه و آنچه در قرآن است عمل کنه در روز قیامت خدا پدر و مادرش یک تاج میگذاشته که نورش از زمین نور آفتابی که در خانه‌های ما میتابه از زمین در روشن‌تره. هما ظنکم بالذی عمل بهذا گفت. پیغمبر خدا گوی یقین شما چیه؟ زن به معنای یقین است. گوی یقین شما چیه که پدر و مادرش خدای خیل تاج میگذاره اما او آدم خودش قرآن میخونه چی؟ پیغمبر خدا گو الله و رسول میدانه دیگه. گفتن صحابه که الله و رسول میدانن یعنی او را جز الله دیگه جز درجهش بالاتر کسی نمیدانه. برای همین قرآن بخونین، در خانه هم قرآن بخونین. در خانه قرآن خوانده میشه یک نور به آسمان میره. ای آسمان میتابد روشناییش به زمین از این خانه که قرآن خوانده میشه ایو خانه نور و به سوی آسمان میره. برای همین برادران عزیز قاری برادرمان وقتی قرآن میخونن قاریای قرآن لیوای اسلام در زمین، لیوای الله در زمین هست، لیوای اسلام، لیوای مسلمین هست. اینا یک گنج به پایانند برای ما و شما. وقتی حضرت داملا گفتن زیباترین انسان ها در روز قیامت قاریا میخیزن. کدام قاریا میخیزن؟ همه قاریا میخیزن، نه همه قاریایی که به قرآن عمل میکنن. همه قاریا نه، همه عبادتگران نه، همونایی که به خاطر خدا عبادت کردن، نماز به خاطر خدا خواندن، ای خانهشون برو آمدن به خاطر خدا برو آمدن مسیح نه که به خاطر همسایش رفته باشه، نه به خاطر فلانی مسجد برم که بگن مسجد نآمده. برای می برادر عزیز همه کار خلوصیت در کاره. خلوصیت ما از دست دادیم، همه چی را ما دست دادیم. خلوصیت در ما نیسته. امروز خلوصیت در ما مسلمان ها رفتگیه. برای همین خلوصیت که ما بین ما و شما رفت همه چی دیگه رفت. اکثری صحبت میگیم که همون گروهی که خاص به خاطر خدا در دنیا دوست شده بدن خلوصیت برای خلوصیت ما گم بزنیم. خلوصیت از ما بین ما و شما که رفت البته همین چیزای ما بین ما و شما رفت. همون 3 نفری که بودن خاص به خاطر خدا در دنیا کار بدن، خدا هم به خاطر خدا همون خلوصیت به خاطر خدا هم عمل انجام داده بودن، خدا هم در همین دنیا چه نجات چون داد. همین 3 نفر بودن. یکمش هم بری والدین بود که از همه مقدم پدر و مادرش هم میدونست. اول تمام شراب هم میوار پیش پدر مادرش میمون، بچه در پیش زن و فرزنداش میمون. میگه حتی یک روزه در دنیا همه غار که میآین سنگ بالای غار میگیرن مستحکم میشوه، در همینجا چیکار میکنن؟ در همینجا میگن که 3 نفرن بالای سنگ آمده بالاشون مستحکمه. اونجا نه تلفن که نه رادیو که تلفن کنن در فلان دنیا نگاهیم با کجا باید مراجعت کنن؟ به الله عزوجلال مراجعت میکنن. چی باید کرد؟ چی خلاصی در اینجا چیه که خلاصت میکنه در اونجا؟ اون سنگای در غار کی دور میگردونه؟ الله عزوجلال. اگر به خاطر خدا عملی ما در دنیا انجام بدیم در همین دنیا خلاصمون میکنه الله. به خاطر خدا باشه. یکمینش که میخزه بری والدین احترام پدر و مادر میکن، بری والدین بود. گفت خدایا گفت یک روز سفری دور داشتم در کیستان رفتم آمدم که پدر و مادرم خوابن، کودککام خوابن. چیکار کردم؟ همون جوشایی را جوشیدم، شیر پختم، کودکام خستن خشونه در پاهم پیچاندن اما شیر برای کودکام ندادم. پدر و مادرم انتظار شدم، پدر و مادرم انتظار شدم که پدر و مادرم بخیزن و اول شیر در پیش اونامونم در پیش کودکام. میگه خدایا کودکام من ندادم. پدر و مادرم بیدار شدن
اول شیره در پیش آنها موندم، بعد چی؟ در پیش کودک ها موندم. اگر همین کارخ به خاطر تی الله انجام داده باشم، همین سنگ ایدهنی غار دور بگردان. همین سنگ ایدهنی غار دور شده، نگه برآمده نمیشد. دویومش کسی بود که دختری عمک داشتم، بسیار دوستش می داشتم. میگه بسیار کسی را مانندی او دوست نمی داشتم. میگه زمان کم بغلی آمد 120 دینارش دادم. گفتم مابین من و مابین خودت خالی کن. گفت بله خالی میکنم. و میگه آمدم در مابین دو پاش قرار گرفتم. در مابین دو پاش قرار گرفتم. یا عبدالله تقی الله، ای بنده خدای خدا بترس. لا تأخذ خاتمی گو الا بحقی. همین خاتم من، همین مهر دختری من نگیر مگر به حلال بگیرش. این آدم در وجودش لرزه افتاد. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. بندگان حقی الله به یاد الله میافتند، وقتی گناه آماده میشود در وجودشون لرزه میافتد. میگن نمیتونن دیگه. بدین جوان میگه گفتم وقتی که همین گپا گفتم بخیز از جات، خیز از جاش. گفتم که برای گفتم بگوی از 120 دینار همین رنگو برای خدا دادم برای دیگه. اگر همین کار به خاطر تی الله انجام داده باشم، همین سنگ ایدهنی غار دور بگردان. میگه سنگ ایدهنی غار دور شده، دیگه برآمده نمیشد. سیوم شگفتم به خطت برای خدا یگان کار در زندگیت انجام داده یا نداده. و میگه گفت که خدایا من از زمین 82 رفتم آجر گرفتم، مردی کار گرفتم، دو چه حقش دادم، همیه چه حقش نداده بدم. همون را گردش دادم، اشتر خریدم، گاو خریدم، گوسفند خریدم. یه روزه آمد یا عبدالله اعطی حقی، ای بنده خدا حقی مرا بده. گفتم همینو حقی تن. گفت مسخرم نکن. گفتم به خدا مسخرت نمیکنم، همین حقی تن. همش راند برد. اگر همین کار به خاطر ته الله کرده باشم، همین چی؟ همین سنگ ایدهنی غار دور بگردان. به سنگ ایدهنی غار دور شد، همین 3 آدم از درون غار سلامت از درون غار برآمدند. کاری که به خاطر خدا باشه در همین دنیا نتیجه میتیه. ما به خاطر خدا شیم، همه کارهای ما انجام گرفتگیه. اگر به خاطر خدا نباشیم، یگان کاری ما انجام نمیتیه. قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. برای خاطر خدا باید در همین زندگیمون میتونیم حرکت کنیم. بعدی مردهمون این فرزندامون میکنن نمیکنن در گمانه. یک کتاب من خوندم میگه که در شیخای کویت یک شیخ میمره 85 میلیون دلار برای فرزنداش چی میمونه؟ میراث میمونه. بعد علما را میارن کاری ماوری میارن، بعد میگه تقسیم میکنن 20 میلیونی هم بچه‌هاش 4 بچه را میتین، 4 بچه را 20 میلیونی میتین، 80 میلیون میشه. بعد 5 میلیون دیگه‌اش میمونه، میگن که برای فلان شیخ، میگن فلان جاده بچهای هم شیخ، میگه مسجد نمیرسه اونجا بسازیم. میگه اگر برای پدرمون که در کار میشد خودش هم مسجد هم میساخت. برای همون شاعر میگه از در اموال دنیا را صرف نکردی در راهش، در راه خدا و در راه درست، که بعد از مرگ مالت را به دست دیگران بینی. همین زندگیمون باید به دست خودمون کنیم. ولی آدم خیلی آدم اون انتظاره که من سه میگه میکنن، 40 میکنن، سال میکنن. باید همین زندگیت بکن خود دیگه چی در کاره تا که بعدی مردنت او بچت برای خود چه میکنه. برای همین خدای بزرگ در قرآن عظیمش میفرماید که قل این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگوی محمد صلی الله علیه وسلم نسوک هر یک عبادتی که ما میکنیم، صلات نه هر نمازی که ما و شما میخونیم. نماز اگر ببینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم این نماز چیه؟ استعینوا بالصبر و صلات خدا میگه. با واسطه نماز، با واسطه صبر، با واسطه روزه، با واسطه نماز از من کمک بپرسید. پیغمبر هر مشکلاتی که می اومد بالای سرش نماز میخوان. در جنگ احزاب میبینیم همون شب تا روزه نماز خوان. حذیفه ابن یمانی میگه رفتم اگر چندی که هیچ جو رزبیت که کردم به قول حاضر آمدیم، حالی هم اومدم پیغمبر نماز خونده شده. در جنگ بدر هم پیغمبر هم شب تا روزه نماز خون. حضرت علی میگه همه خواب بودن، پیغمبر بیدار بود نماز میخوان. ما اگر نمازی که به خاطر خدا باشه، اون نماز نتیجه داره در دنیا. و محیای و زندگی ما باید برای الله باشه. زندگیمون برای الله باشه. مال و دارایی و هستیمون برای الله باشه. و مماتی لله رب، مردنمون برای الله باشه. برای الله بمیریم.
بهتره. در راه اگر یه آدم در روش هر یه عمل انسان انجام بده همون خاتمش در همون عمل میبرش. من یک چیز برای شما قصه کنم. در همین مسجد همینجور در 61 یک مسافر به نام ایشان حاجی احمرش ما میگفتیم، ایشان یعنی حاجی سرخش میگفتیم، دائم در همین مسجد در مسجد خدا رحمتش کنه در مسجد خدمت میکرد به خاطر خدا و که خلوصیت چه میگم همین دو شفری همون مسجد هم میکنه شو ساعت یک شو ای خونش میاد همون جا میخواه همون شفرا را بگیره همون جا مالک ما و جانش میگیره ها به خاطر خدا همون کارش بده همین کار به خاطر خدا باشه انشاءالله که عاقبتش بخیر. برای همین برادر عزیز ما البته در این روز ازدواجشون که روز خرسندیشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک 10 سال خدمت کردند 10 سال خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردند. ام سلیم مادرشون آمدن گفتن یا رسول الله در حقش یا دعای خیر کن. به پیغمبر خدا گفتن اللهم اکثر ماله و ولده و عمره را پیغمبر در حقشون دعا کردن. خدایا یعنی چی مالش بسیار کن فرزنداش بسیار کن یعنی زندگی خوب برایش عطا فرما. البته همین دعایی که مردم میگن فلانی دعا که این خیر است. پیغمبر خدا انس بن مالک 10 سال خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. ام سلیم مادرشون آمدن چی گفتن در حقش دعای خیر کن. چی گفتن اللهم اکثر ماله و ولده و عمره یعنی عمر انس بن مالک. چقدر صحابه ای که آخرین ببینیم از دنیا میگذرن چقدر ببینیم چه دعای حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای استجابت چیز. بله ببینیشون به بدبخت میشن یا خودشون از سلمان میدازن یا نرکمن میشن گفتیم اگه پای آدش کمن میشن. زندگی همون زندگی اسلامه. خدا گفته است که یکی از نشانهای قدرتی من همینه که من از جنس شما برای شما زن خلق کردم لتسکونوا الیها و جعل بینکم موده و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. با واسطه نکاح در ما بین دو جوان مودت میشه دوستی میشه یا دو عائله میبینیم به هم دیگر دوست میشن یا اگر ملت به ملت دیگه اگر دوستی نکاح کنه میبینی دوست میشه اگر ازبک تاجیک بگیره تاجیک ازبک بگیره به هم دیگر دوست میشن. این دوستی در چه در اسلام دوستی مون چه در اسلام دعا میکنیم که پروردگارا اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه والحقنا بالصالحین الذين یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین واجعلنا للمتقین اماما. خدا برای دل نوجوان